بچگیم به کس و تنها گذشت، با در و با خوشک چینی ها گذشت. بچگیم به کس و تنها گذشت، با در و با خوشک چینی ها گذشت. دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت، دامنش از خوش پر از دامنی صحرا. سامان این سحر برای کمک برادر خود به باغ بالای دیه می رود. این ایام موسم تازه کردن درختان است و هدیت الله به این کار مشغول است. این را مایده میکنه، زمستان استفاده میکنه. برای اینش باشد برای پیچکا، اینش باشد برای تنور. برای دسته تور نروید، تور کم کم نگاه کردن در کار. اکا خدا اکا سالیم توی دوران نمیره، توی نمیره خوشه بازی خرکی میتونم بره. توی دوران برای نبیره اوش روید، البته روید شغل هفت پشته دوست داشته پدر خشته برادر برای همین روید. از من یک دعا برای شما. من بگویی پشوکم تیار کردم پاپوشی پایتوا. بعد سحر خستم پشوکم پوشیدم پایتوا رو پوشیدم و بیسی رو پوشیدم. در بوز باید بیسی غلس باشه و پایتوا. اولادان گذشته سامان از جمله پدر مرحومش از چوباندازان شناخته فیض‌آباد بود و او هم شغل پدر را ادامه می‌دهد. او بعد اجازه برادر و آماده کردن مرکب خود به میدان بزکشی می‌رود. اولا سه لاتای میمونیم، زینه ای بالاش میمونیم، پاردو میگن ای عقبش و میرورن راست میکنیم. ایزانگوی که هست در توی گردش میمونیم که در تو اهیل نروا. جیل زینه میمونیم، لاتارا میمونیم، اهیل توقو میگن. اهیل نیخی پامای و میمونیم، توقو را میکشیم، سخت نیک پاردو میخرا میکشیم با اهیل سخت میکنیم. ایزانگوها سر میتونیم که پامونمونه در توی خر بشینیم. بعد با همین محصولی همین اسبابای بزکشی یعنی چیلبر قاوچین در کار میشوه میگیریم بعد با بوز میریم. هستند روزایی که مثلا یک شخص توی دارد و یا همینطور به خاطر نبیره‌اش و همین یا بوز میتر. سحر خر رو گرفتم 6 تا هم بر اومدم که در بیرون بچه ها جمع شدیم که بزای اکای سلیم بزا میداده بز میریم. قطعی بچه ها جمع شدیم خیستیم با میدانی بزا اومدیم. میان مردم عنعنه است که به خاطر توی و سور و یا یگان خورسندی دیگر در عائله به گفته مردم بوز میدهند. دارنده ها بوز کلام با تحفه ها یا به قول سالم های گران، دست نارس ها باز هم به گفته مردم بوز خرکی و برای بچه های دیه. در میدان به قول چاوانداز ها جمع آمدند و صابر جان که از تبار چاواندازان نامی ایلاک است به حیث داور قاعده های مسابقه را و اشتراکداران آن میفهماند. پایکه بالا یک بار میپرتد و پایکه پایین میپرتد. در هر یک پایکه حلال میشود و در همین چی ورزش مسابقه غولی معین کرده میشود و تحفه داده میشود. برای همین در سر روی یکدیگر با قاچی نزنید و
بذار با آرومانه خوب چی کاری بکشی. همین را چیلبر میگن. همین چیلبر خشم یا بانده، یا بانده. اینجاش میدوزن، اینجاش یا گره میزنن که هم بزنیم اینیم باندی بدست، اینیم بز. همین چیلبر همین خموندن، باندی بزنیم خمی قپان، با این با جسورتر میقپا، با قوان میقپا، تایپو کردی دیگر ای چیلبر هون میخوره. مسابقه آغاز شد و قهرمان ما همچون چاوانداز تجربه‌دار در حال چنگ به بز زد و مرکب را جانب دوره رانده و گفت چاواندازان یک دست پرتافت. البته این مسابقه اندک مسابقه تند است و در خود لط خوردن و اذیت حیوان دارد. اما بزکشی این بچه ها یک آهنگ شوخ داشت و از همه تندی و تیزی نسبت حیوان و البته یک دیگری دور بود. آن پیش از همه با مسابقه ورزشی شباهت داشت. چنانچه در شروع مسابقه صبح جان تاکید کرد بچه ها باید بکوشند که یک دیگری را آسیب نرسانند و آنها هم این قاعده را اجرا میکردند. پیش از بزکشی ما اعلان میکنیم که مثلا کودک ها با سر همدیگر با قبچی نزنید و خرها را نیز سخت نزنید، احتیاط کارانه و همینطور باید هر یک نورس بعدی با انجام رسیدن این بازی سالم باشد و مثلا بین آنها جنگ نشود و آرامانه این کار به انجام میرسد و همینطور وقتی که به انجام رسید در آخر تحفه ها رو تقسیم میکنند، سالم ها رو میدهند و روز این هفته یعنی روز یکشنبه بز به اتمام میرسد و تا هفته دیگر. برای با میدان پیکره رسیدن اول بزا از خود باوری بزا مستحکم قپی که از دست نغلطد بزا قپیدی از بیخ میقپی. اگر بقال باشه خرد از بند از پچکی دیگریش میقپی. اگر دیلپور باشی کندگه خیلی بقال باشی از تای دستی همو میقپی. ایجای چیلبرش پوتو در بری همو ایزنگوی همو میمونی سیلتا میزنی سیلتا میزنی بزا میکنی میگیری. این بزا نگفتیم بزا میخواه چیلبر میقپن بعد پیکره های میکنی. وقتی عقیبت خره داده میره پیکری بالا خالیه میتونی که فری بتی معنکنی خره معنکنی فری بتی دم تا تی خرطه ایسر و سرعت خرشم تیزه میروان تا خرشم من نکنه که ما از خر دیگری خیلی یعنی به معنای 20 متر دور میگردیم. 20 متر از آنها دور میشویم. راستی از دیدن این منظره مرا نیز هوس بزکشی آمد. اگرچه چندین سال بود که بالای مرکب ننشسته بودم، اما از این دیده امکانی خوبی یک بار دیگر خرسواری کردن را من در کجا میافتم؟ من اصلا بچه کوهستانم. من هم در دهات مرکب و من همین بزکشی را زیاد دیدم، اما در عمرم بز نکشیده بودم. اما چون دیدم شوق و شور این بچه ها را من هم مقصد گذاشتم که یک مراتب انا مانند همین بچه ها یک مراتب در عمرم بزی مرکبی بکشم. من نمیدونم که تا کجا برای من موفق می شود که من در پایگاه بز را پرتایم یا نه، اما به هر صورت یک مراتب کوشش میکنم. خب بچه ها برای من یک مرکب رو در اینجا مهیا کردن. مرکب با نام چی گفتی؟ کراسنه کوبرا. تصور میکنم من کراسنه کوبرا. من برای بز کشیدن اصلا چند جزئیات را استفاده بردم در کار و چند قاعده را اجرا کردم در کار است. مثلا البته سر را پناه کردن در کار است، قمچینی خوب داشتن در کار است و البته مرکب خوب. و چگونه که صابر میگوید این مرکب باید ایزنگو هم داشته باشد، چون که ایزنگو بسیار چیزی لازمه هست در بزکشی. خوب برای من یک دعا بچه‌ها. خوب برای کار یا من ایزنگو کجا شد ایزنگو؟ نه خوب رفتیم چون جندر کراسنه کوبرا رفتیم.
خوش من فکر میکنم که بچه ها برای من اینجا شرایط مهیا کردن، اما به هر صورت من شوق و شوری من همین بزکشی رو یک مراتب در خود احساس کردم. خوب بچه ها رفتیم، بار دیگر ادامه میدیم. هرچند که من دو مراتب بز رو با پایگاه پرتافتم، اما احساس میکنم که از من چوانداز نمیبرد، زیرا خیلی مشکل بوده است. این تماما کار دیگر است بچه ها. بهتر است من کار ژورنالیستی خود رو میکنم. خوب کی میگیرد کراسن کابرا رو؟ مرحمت، تشکر، سلامت باشید دوستان عزیز. خوب مسابقه بزکشی ما ادامه دارد. قهرمانی برنامه ما سامان جان یک مراتب به قول بز را حلال کرد، یک مراتب دیگر من این اما حساب نیست، توفه از آن هاست. به هر صورت مسابقه ادامه دارد. اکنون مسابقه به من ادامه کرد و در قطار سامان محمد علی نیز یک دست دیگر بز را حلال کرد. واقعا این بز اصلی نیست، بلکه یک لینچه درونش پر از لط و پوت است که به حیث بز استفاده می شود. در ادامه مسابقه شوق‌تر می شد و اکنون دامن آن فراختر شده از این پهنه کو تا پهنه دیگر طول می کشید. ما پیش از مسابقه و بچه ها گفتیم که برایشان تحفه آورده ایم و برای به دست آوردن آن اکنون پیش آنها یگان مانع به نظر نمی رسید و آنها تل و تپه ها را برای حلال کردن نادیده می گرفتند. مخلصان این مسابقه نیز از جمله کودکان و نورسان دیهه بودند که روز یک شنبه فارغ از تحصیل به تماشا و مخلصی اکه های خود می آیند. آخرا قریب در هر یک عائله مردم ایلاک یک چوانداز هست و این کودکان از این تبارند که بزکشی برایشان شغلی بیگانه نیست. در اینجا سالیم های بوزی ما وقتی که در آخر غالبای همون بزکش ها غالبایش معین میشوند، سالیم های آنها را از اشیاء خانیش بسیارتر از قبیل دفتر، روچکه و غیره ها مثلا به آنها همچون تحفه میدهند و این هوسمند میشود. اکنون زمان نتیجه گیری از مسابقه رسید. ما هم به خاطر قدرشناسی از غالبان مسابقه با ایلاک دستی خالی نرفته بودیم. خوش اکنون مسابقه ما به انجام رسید. البته در فرجام هر یک مسابقه مراسمی سپریدن جایزه ها برگزار می‌گردد و البته مسابقه امروزه ما هم استثنا نیست. خوب صاحب جان شما بگوید که به حیث داور کی به قول همین بز را حلال کرد؟ کی غالب است در اینجا؟ غالب مسابقه با فریدن دو دست محمد علی، دو دست دیگر سامان جان و دو دست شما. نه من حساب نه بچه‌ها، من حساب نه. خوش من برای غالبان مسابقه امروزه محمد علی و سامان ما تحفه داریم. تحفه لباس های گوشتنگیری به قول به اصطلاح کیمانا داریم از جانب فدراسیون گوشتنی جودوی تاجیکستان، از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون ورزش با غالبان مسابقه بزکشی مرکبی من همین تحفه ها سپریده میشد. محمد علی مبارکت باشد. خوب صنف چند میخوانیم محمد علی؟ صنف 9.
خوب در اولاد شما یگان نفر چوانداز هست یا که خوده؟ هست کی؟ بوز میکشن؟ حاضر دیگه نمیکشن. اول میکشن حاضر نمیکشن. خوب محمد علی کلان شوی کی میشوی؟ چوانداز یا که دکتر انجینیر کی؟ چوانداز. چوانداز میشوی. چرا من همین چواندازی را دوست میداری؟ شغلی ورزش. برای شغلی ورزشی بودنش؟ آفرین. این مرکبی تو این خری تو یگان نام دارد یا نه؟ کبرا. او منم کبرا. خوب من غالب دیگری ما سامان منم سامان مبارک باشه. سامان تو صنف چند میخونی؟ 7. صنف 7. کلان شوی کی میشوی سامان؟ معلم. آفرین. سامان جان برای شما موفقیت. خوش دوستان عزیز، توفای ما به انجام نمیرسد. این بچه ها غیر از شغل چواندازی شغل های دیگر هم دارند که یکی از شغل های اساسیشون فوتبال بازی است و ما ذوق بچه ها را به اینوبت گرفته یک توپ دیگر هم برای بچه ها از نام تلویزیونی ورزش آورده ایم و این توپ را به بهترین فوتبال بازی من همین دسته ایلاک توفه میکنیم و بچه ها این توپ اصلا توپ عمومی است، توپ شما هست، به خاطر که در اینجا باز شما فوتبال بازی کنید و فوتبال هم در قطار چواندازیتون در همین دهه رشد کند. محمد جان توپ برای شما موفقیت. امیدوار هستیم که با این توپ شما رشد فوتبال میکنید و در مسابقات نه تنها ناحیه فیض آباد بلکه در سراسر جمهوری هم موفق میشوید. بچه ها برای همه شما مبارک باشد. با انجام این مسابقه خود سفر ما هم به ایلاک انجام شد. ما از برگزاری این مسابقه پی بردیم که جوانان و نورسان دهه ایلاک در ردیف مشغول شدن در دیگر رشته‌های ورزش، بزکشی را نیز همچون شغل ورزشی و احیای سنت گذشتگان خود گاه برگزار میکنند و آنها به این نظرند که آن همچون وسیله آب و تاب بدن و تنومند گشتن آنها کمک میکند. این یک نوع ورزش می باشد که به سلامتی هر یک این کودک از خوردی این ضرر ندارد و همچون یک ورزشی ملی است این و برای همین در دهه ما این یکی از شغل‌های اساسی می باشد. بزکشی خودش در سپورت یعنی در ورزش داخل می شود. در بوز باید هر یک آدم جسورانه یعنی با موفقیت بزکش شود، یعنی با قوت باشد در بین بوز. در دهه ما زیاد هم بزکش است، همین سبب این هر هفته این بوز رو تشکیل میدهند. مثلا در اینجا خانه سامان جان گفتنی یک شخصی چوانداز که پدر او هم گذشتگان هم چوانداز گذشتگی‌اند و در اونجا یک خانه دیگر با نام سی اشرف که او هم به مثل همین چوانداز گذشتگی‌اند اولادانشون و زیادن در این محله ما چواندازها به نهایت زیادن. از همین سبب این بزکشی را یکی از شغل‌های ورزشی اساسی در این محله ما هست. اگرچه ریلیف دهه ایلاک امکانی بنیاد میدان فوتبال را ندارد، اما در دهه تالار گشتنگیری هست که نورسان میتوانند از آن استفاده کنند، ولی بوزی خرکی برای آنها وسیله خوشحالی به هم آمدن و یک مسابقه ورزشی شناخته شده است که آنها را از آواره‌گردی و بیکاری کنار میبرد. بچگی گویا بود و گویا نبود، بچگی از ما بود و از ما نبود، به خبر مانده تا دیده فرسخ‌ها گذشت، به خبر